سلام، با آکادمی شاهین خوش اومدین. توی این ویدیو قصد داریم براتون اثر دوپلر رو توضیح بدیم. بیشتر سعی میکنیم کاملا به صورت مفهومی قضیه رو ابتدا جا بندازیم و بعد یک سری ویدیو و یا نمونه هایی از دوپلر رو با هم دیگه ببینیم که این پدیده به چه صورت هستش و چگونه عمل میکنه. خب اثر دوپلر همون پدیده‌ایه که وقتی که یه ماشین از کنار شما عبور میکنه، قبل از اینکه ماشین به شما برسه شما یه صدای متفاوتی رو از صدای زمانی که ماشین از کنار شما عبور کرده میشنوید. یه صدایی، یه چیزی شبیه این که الان براتون پخش میکنم. خوب توجه کنید به صدا. بله، برای این پدیده مثال‌های زیادی وجود داره. مثلا هنگامی که یه ماشین با صدای بوقش از کنار شما عبور میکنه، هنگامی که هلیکوپتر از بالای خونه شما عبور میکنه و یا حتی هنگامی که یه فردی که شب لوبیا خورده با سرعت به شما نزدیک میشه و از کنار شما عبور میکنه. این اختلاف صدا توی رفت و برگشت، این در حقیقت اثر دوپلر است که میخوایم اینو توی این ویدیو بررسی کنیم. خب قبل از اینکه من کاملا توی ماجرا ریز بشم، ما باید ابتدا یک مختصری راجع به مکانیزم انتشار صوت توی هوا بدونیم. این شکل رو در نظر بگیرید. این یک بلندگویی هستش که صدا از این بلندگو خارج میشه. هنگامی که صوت به گوش ما میرسه، در حقیقت ما این صدایی که داریم میشنویم این چیزی نیست به جز یک سری ارتعاش توی هوا که به صورت یک سری لایه تراکمی پرفشار و کم فشار ایجاد میشه. الان توی این شکل کاملا همه چیز واضحه. لایه تراکمی پرفشار این خطوط سیاه رنگ است و لایه انبساطی کم فشار این خطوط سفید رنگ هست که به صورت پیوسته تغییر پیدا میکنه. خب این دوتا شکل رو ما میذاریم کنار هم دیگه. توی این شکل این چشمه صوتی ما هستش، در واقع همین بلندگو هستش که ازش صوت میاد بیرون. این خطوطی که شما اینجا ملاحظه میکنید در واقع این قله های موج ما هستش که در واقع دو تا نقطه متناظر از این موج صوتی ما هستند. توی این شکل ما نقاط متناظرمون رو قله های موج در نظر گرفتیم که در واقع نقاط پرفشار موج هستن. توی این شکل این ناحیه پرفشار این خطوط سیاه رنگ بود. توی این خطوطی که ما اینجا داریم به صورت نمادین چشمه صوت رو نشون میدیم که چطور موج انتشار پیدا میکنه، در واقع این خطوط پرفشار هستن و واضح و مبرهنه که فاصله دوتا از این خطوطی که ما به صورت نمادین رسم کردیم برای نشون دادن موج لامدا هستش. هر دو نقطه یکسانی از موج رو که ما اینجا در نظر بگیریم برای این خطوط، فاصله شون باز لامدا میشه. مثلا این نقطه و این نقطه باز هم فاصله شون همون لامدا هستش. خب توی این قسمت خواهیم وارد اثر دوپلر بشیم و این اثر رو کاملا بررسی بکنیم. خب این خطوطی که اینجا شما ملاحظه میکنید این چشمه صوتی ما هستش و این خطوط پرفشار هستن که دارن منتشر میشن. خب حالا من این متحرک رو حرکت میدم، سرعت 20 رو براش در نظر میگیرم. توجه کنید که سرعت 20 که من اینجا وارد کردم 1/4 سرعت موج توی این فایل هست. وقتی که سرعت موج 80 و من 20 وارد کردم میشه 1/4 دیگه. حالا مثلا اگه شما توی هوا باشه 340 متر بر ثانیه اگه سرعت صوت توی هوا باشه، سرعت
مدلی صوت اینجا میشه 340 تقسیم بر 4 که میشه 85 متر بر ثانیه. خب من این متحرک رو حرکت میدم. الان شما توجه کنید به این موضوع که میبینید فاصله بین خطوط پرفشار اینجا کمتر هستش و فاصله بین خطوط پرفشار پشت متحرک بیشتر هستش. این دقیقاً توضیح میده که اثر دوپلر چگونه کار میکنه. برای مثال متحرک وقتی که شروع به حرکت میکنه و شما فرض کنید اینجا ایستادید، شما صدای متحرک رو میشنوید که داره بسامدش بیشتر میشه و دقیقاً از جلو شما که رد میشه بسامدش کمتر میشه. خب من قصد دارم یک مقدار اینجا با سرعت متغیرم بازی کنم، با سرعت متحرکم بازی کنم، ببینم چه اتفاقی میفته. برای مثال اگه من اینجا سرعت 50 رو به متحرک بدم، میبینیم که فاصله بین نقاط پرفشار موج ما کمتر و کمتر میشه از حالت قبلی و پشت متحرکم فاصله ها بیشتر شدن. در واقع این به این معنی هستش که شما نقاط پرفشار بیشتری رو به مراتب نسبت به حالت قبلی اینجا دارین. خب چه مشخصه‌ای توی موج اینجا داره تغییر میکنه وقتی که من سرعت رو افزایش میدم؟ چه مشخصه‌ای از موجه که داره تغییر میکنه؟ سرعت موج که ثابته، چون سرعت صوت توی هوا ثابته. پس چیه که داره عوض میشه اینجا؟ خب میبینیم که طول موج اینجا تغییر کرده و جلوی متحرک طول موج کمتره و پشت بیشتره. پس طول موج کمتر شده و بسامد ما بیشتر میشه. در واقع اینجا طول موج کاهش پیدا میکنه، بسامد بیشتر میشه. به چه نسبت؟ به همون نسبتی که طول موج ما داره کم میشه. چرا؟ چون که حاصل ضربشون میشه سرعت موج. سرعت مساوی هستش با طول موج ضرب در بسامد موج. پس وقتی که طول موج کم بشه بسامد موج زیاد میشه. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. توی این ویدیو ما فهمیدیم که اثر دوپلر چی هستش، در واقع توضیحات مفصلی راجع به خود مکانیزم مکانیک اثر دوپلر ارائه کردیم. امیدوارم که این توضیحات کافی بوده باشه. در ویدیوی بعدی قصد داریم که بیشتر به اثر دوپلر بپردازیم و وارد فرمول‌ها و روابط بشیم و مثال‌هایی از اثر دوپلر رو با هم دیگه بررسی کنیم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.